یو گای سلام و درود، خیلی خوش اومدیم با گیم پلی بازی گوستاف سوشیما. گوستاف سوشیما یک، حالا دوش هم فعلا در حال ارزش، ولی ما فعلا میخوایم نسخه یکش رو بریم. بازی با دوبله فارسیه و قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنون میشم که ویدیومون رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه دوست داشتید ویدیومون رو بازنش کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا خانوادهمون همینطور بزرگتر بشه. بعد حالا مدت جنگ و اینا بود، حالا ما برگشتیم دوباره سر همین قضایا و قرار کانال دوباره با قدرت شروع کنیم. و قبل از اینکه حالا شروع میکنیم الان و فعلا let's go. خب آقا ما بازیمون رو نیو گیم میزنیم. خب بازی جدید میخوایم شروع کنیم. یس خب حالتشم نمیدونم مدیوم بذاریم یا هارد. حالا فعلا رو مدیومه چون خودم خیلی اطلاع خاصی از بازی ندارم، نمیدونم چجوریه و فعلا بریم. استاندارد چیه اینا؟ برای اینا هیچ مهمی نیست، فلش کن. هم استانداردش میریم، هم تنظیمات عادی بریم. سوشیما ژاپن. بازی بفهم با دوبله فارسی. حالا فایل دوبلش هم اگه خواستید میتونم براتون قرار بدم. حالا اگه یه دونه کانال تلگرامی رو تو حالا هر جا زدیم فایل دوبلش براتون در حال تصاحب سرزمینمونه. اونا خونخوارن، بیرحمن، بله بیرحم و توقف ناپذیر. ما 80 سامورایی هستیم در برابر یک سپاه. می‌جنگیم تا سرعت یورش رو کمتر کنیم. امروز من برای مردمم میمیرم. اونا هزاران نفرن. با مرگ روبرو میشیم و از خونمون دفاع میکنیم. سنت، رشادت، چه صداش هم خوبه، شرافت، صدا دوبلش خوبه. ایناست که ما رو میسازه. ما جنگجوهای سوشیما هستیم. ما سامورایی هستیم. در بابا داشتی برو روحیه اونا رو در هم بشکن. طرف رویش رو درم بشکنه مثلا. تنهایی چجوری میخواد رویشون رو درم بشکنه؟ برای من یه توضیح منطقی بدید الان. خب الان تنهایی چجوری میخواد رویش رو درم بشکنه؟ مگه میشه؟ بیگانه ها، بهترین مبارزتون رو بفرستید. راه باز کنید ببینم چی میگه. اوه بهترین مبارزشون اومد. خیلی سرشون بهترین مبارز. من هارونوبا آداچی هستم، از نوادگان یوشینوبا آداچی افسانه ای. خب به کتفم کثیف کردی باز. اوه نه اوه ترجیب نوشیدنی الکلی. نوشیدنی الکلی ریخت زد تیزش کرد، زد آتیشش زد. اما میخواستی اصلا با این مبارزه کنیم. بهترین مبارزشون خواه فرستادن. الان چی شد؟ آیا تسلیم میشید؟ با سلاحهای بیشرف لیاقت رحم ندارم. حمله حمله. اوه اینجا کنترل من دست خودم. یا اونجا موزیک نداره، اینجا با موزیک داشتش، موزیک نداره. یه لحظه صبر کنید فقط. فکر کنم موزیکش قطعه.
بزنیم ولوم موزیک بدیم. بزنیم روی 33 بس. بکنم الان دیگه اوکی. خب بریم. درست شد. یا اول چی شو مردم؟ یعنی چی؟ نه مردم، جز انیمیشن بازی بود، چیزی نشده جز انیمیشن. به خوشگل زده. میخوام همرام بیای. همراهش بریم. باید فشار بیاریم ارباب سکر، حتی اگه به قیمت جونمون تموم شه. دستورتون اطاعت میشه ارباب شیمورا. دستورتون اطاعت میشه. افراد باید فرمانده مغولا رو سرنگون کنیم. همه به دنبال من. اوه جنگ با مغولاست. سگای مغولی بیشتر دخلشون رو بیارید. اوه واه دهنتون رو صاف میکنم. ای نزنید بی شرفا، بی شرفا نزنید. حمله. چه حالی میده زدنشون. بمیر. ای دهنت سرویس. جالبشه یه آموزشی نشد که ما رو یه آموزشی بده. بلا بازی نکردم. خب این دفاعشه، این دفاعشه. بیا. آها این دفاعشه، یاد گرفتم. این دفاعشه. بابا بزنش. واه بمیر. زدیمشون. جای بعد بریم. آقا این گرافیک بازی من گذاشتم رو هایران بالاترین حالت ممکنشه. اضافه کنم دهن سیستم صاف شده ولی حالا اجرا میکنه. اینو من همجوری فقط یه دور واردش شدم ببینم اصلا پرش اینو نش رفتم نزدیک 60 FPS رو این حالتش 60 FPS رو گرافیک هایش من چه همش اینقدر رو صداش حساس از اون با صداش چیزایش کمه. صبر کنید اون صداش کمه، یکم ببرم بالا. یه دست امزم جدا بسش یه دست امزم و آخریش بود. واقعا حالا ببخشید باید صدام واقعا ببخشید یه صداش شتت کردم براتون خوب نمیاد. اومده بذاری کیفیت صدا رو ببرم بالا. چی شد؟ ترکیدیم؟ نابود شدیم. او عموشه اون عمومونو گرفتن. نزن بی شرف نزن. کیه داره تیر میزنه؟ نزن. مردیم؟ چی شد؟ اوه این بد خیلی بد بود. من خودم پسر عموی کوبلای نوه چنگیز خان. این نوه چنگیز خان مغوله؟ یا اول نوه چنگیز خانی بود. برادر تو یه جنگجویی میتونم ببینمش. تمام عمرت برای همین آموزش دیدی.
و در جنگ هایی پیروز شدی که غیر قابل تصور بودن، درسته؟ ولی وقتی تو داشتی شمشیرتو تیز میکردی، میدونی من چطور داشتم برای امروز آماده میشدم؟ یاد میگرفتم زبونتون رو بلدم، سنتاتون رو، باورهاتون رو، کدوم دکدار رو رام کنم و کدوم دکدار رو بسوزونم. من که از دوست یه بار فارسیه. دیگه ازت میپرسم سامورایی، تسلیم میشی؟ و اما دوبله فارسی حالا زبوناشون یکیه، فرقی نداره، زبونشون هم بلد باشه. خب برای ما دوبله فارسیه بره. ها بکشتش. اوه داستان شده بگم برای انتقام از این بعد بریم دیگه. الان از طبق چیزی فهمیدم الان باید بریم انتقام عمومونو بگیریم که چنگیز خان زده کشتتش. خیلی منطقی، زیبا، عالی حساب شده، بی‌نظیر، محشره. او بلند شد. زنده ایم نفس میکشیم. کجا بردنم؟ گرفتنمون؟ چی شد؟ آجی ببینید آخرین دفعه حتی عرقی که داره از صورتش میادم معلومه. واقعا رو بازی کار کردن و جزئیات خفنی داره. چطور سر از اینجا در آوردم؟ مغولا راه دارد جایی؟ یه نفر منو نجات داده، منو اینجا پنهان کرد. شاید شمشیرم پیششون باشه. یا خدا اونا نه ما رو میدیدن خب زودتر میگفتی. دهنتون سرویس و چه میدونستم این ما رو ببینن. یه نفر تیغاشون رو تیز کرده. چه میدونستم نبر ما رو ببینن. و برم فتی پاشو تیز کرد و باید پنجره میومدیم. حالا نداره نایدنمون خوبه. نمیدونستم کسی نبر ما رو ببینه. شکسته ولی از هیچی بهتره. با خودو دکمه میشینه، دکمه نشستن نداره. لیف هاوس، از هاوس خونه و خارج. حالا من بازی هم دارم با دسته پلی میدم. دکمه های کیبورد دارم مشکل داشت دیگه، داریم با دسته پلی میدیم الان فعلا. برگرد داخل فوراً. و همچنین گفتم چون بازی شاخت شرکت استونیه راحت تره با دسته. بگمونم شمشیرم کجاست؟ اینجا نیست. درو باز کن! بیسپرش به من. خواهش میکنم قایم شو. از همون خواهش که قایم شو خانم. به من صدمه نزن. چه بازیگریه، چه بازیگریه. وای یکم برنج دارم لطفا برشون دار. دنبال برنجن اینا. بزن بکشش دیگه. الان زنه فکرم پشت میزنتش. دیدی الان میزنه بزن. ماشاءالله آقا ماشاءالله بی‌نظیر. دهنشو زد صاف کرد. اسمم یوناست. یونا شمشیر تو میخوای؟ دنبالم بیا. آره بی زحمت شمشیرمو بدید نمیریم. بیهوش بودم. اونقدی بود که مخوربتون نمی از جزیره رو فتح کنن. نصف جزیره رو فتح کردن مغولا. یوناس
با این میشه اوکی. لعنتی برو پایین. برو تو. مرسی. بذار هاردش کنم آجی، بذار هاردش کنم، حال نمیده زیادی داستون. هارد. آقا رو هارد داریم پلی میدیم. یه تیکه که نفهمید منم فهمیدم خیلی آسونه، پس باشیمش رو هارد. ارباب شیمورا تو میدون جنگ همراه من بود. جیتو چی میره؟ فراموشش کن. یونا سب کن. ارباب شیمورا عموی منه. تو جین ساکایی. بله من جیم ساکا هستم. باید خودم. بدونم اون زنده بود. فکر کنم موقع اونو به اسارت گرفتن. کجا بردنش؟ شرق امتداد ساحل. به طرف قلعه کانادا. حتما اونجا زندانیش کردن. پیروزیشون رو جشن میگیرن. میتونم غافلگیرشون کنم کشته میشی. یا ارباب شیمورا رو نجات میدم. بعد کمکش میکنم بغلا رو به دریا بندازه. اون میتونه برای شگون پیام بفرسته و نیروی کمکی بخواد. من ازت پرستاری نکردم تا شاهد رفتنت به چنگال مرگ باشه. برای چی نجاتم دادی؟ نمیتونستم رهات کنم. به کمکت نیاز دارم. ارباب شیمورا میتونه به تمام جزیره کمک کنه و اون تنها عضو باقی مونده خانوادمه. را بیافت. بیا زیر. وایسید. او زدش. سلاخ. آروم باش. الان نمیتونم کمکی بکنم. برای خودمون کمک لازم میخوادی به اینا کمک کنیم. مهاجم. ببین یا ابرفس. حرکت کن. بریم. های بایدی گیم جالبیه، داستانش که جالبیه. مسیر رو خوبسازی کردم. اگه رد بشیم کسی که اونجاست ما رو میبینه. شانسم رو امتحان میکنم. سب کن. گاری. داداش من خرکی پرید دهنش سرویس. من خرکی برم شانسم رو امتحان کنم بگیرن و میکشنمون، دهنمون رو صاف بکنم. بازم نگهبان. از پشت بابا میره. او یه نفر داشت، یه نفر داشت. چه استرسیه داستان. بالا میری. توی میدون این جنگ دنبال غنیمتی پس دزدی. وقتی به چیزی نیاز داشته باشم به دستش میرم. مثل کاتمای من. اونو در ازای غذا و معامله تو چی کار کردی؟ نگران نباش. خریدار رو پیدا میکنی. شمشیرتو پس میگیری. شمشیرم رو دادی غذا دارو گرفتی؟ داشت یه اجازه بگیری خواهرم بد نیست و رفتی شمشیر رو دادی غذا هرچی به دارو دردت گرفتی. میخوره بردار. اینجا خونه کسیه. که قرار نیست برگردن. دیگه قرار نیست بگنجی راحت برمیداریم دیگه. چه فکر دزدیشه. داشتی همه رو زدن کشتن، هیچگیری زنده نیست. خودمونم قاچاق زنده. از این طرف. مردی که شمشیرتو باهاش معامله کردم همونجا زندگی میکنه. تو رو لعنتی عوضی رو پیداش کردم. تو نگهبانی بده. کشتنش؟ تقاس این کارشون رو پس میدن. داشتی شایدت من گوش نمیدم. میریم داخل لوت میخواییم بکنیم.
در ذات ارباب شیمورای من نوکر شما شایان هستم. تو جیمساکای من من شایان. بزدل نیستم. باش رو هوا و خود درگیری ها. دشمنت در حد و اندازه تو نیست، ولی هنوزم در کنترل ضعف داری. داشتم تمرین میکردم با سلاح پدرت، شمشیر قبیله سکای. چه جوانایی که نجات دادن و چه جنگایی رو که تمام میکردن. کی این کارو بود کرد؟ هیچ کس. بهت یاد میدم که از خودت دفاع کنی. من مبارزه کردم. اما بلدم و نیازی نیست. من بلدم خواهم دفاع کنم. یه شمشیر برم داری میافته به جون طرف. مثل سگ میگیری. من از مسیش برم. رو باید بگیم بزنیمش. بیا ببینیم چی تمرین کرد. سعی کن به من ضربه بزنی. بله بیا. هیوی اتک بزنیم. چند تا اینو میزنیم بعد 2 تا از اینا میزنیم. چی؟ هولد. اینو باید نگه داریم. چی میشه؟ او این بده. این ضربه بده. بلاش میشه. سرویس آخری بلاش. اگه همین جوری مبارزه میکرد، یه کسی که بهت حمله کرد به این راحتی کبودت نمیکرد. اون عادلانه نبود. تصور کن اون برگشته تا کار ناتمامش رو تمام کنه و از هر حقه یک کثیفی که بلده استفاده کنه. چطور میخوای از خودت دفاع کنی؟ اون بزرگه ولی من سریع‌ترم. سعی میکنم اول خستش کنم، توی فرصت مناسب آخرین ضربه رو بهش بزنم. خوبه. یک سامورایی باید همیشه با صبر و طبع نظر خوبی دادم دیگه. ناموسن انتخابم درست بود. نظر حتی خوبی. اگه رقیبش به حیله متوسل میشه. یادم میمونه حالا دفاع منو در هم بشکن. نشونم بده جین ساکای، جنگجوی پردل و جرأتی. آهان بابا 2 تا دیگه من اینا باید بهت بزنم. دفاعتو دارم آخه من تسلیمم. داری میذاری من برندش. اصلا و ابدا. اگه شمشیر تو دستت واقعی بود من الان مرده بودم. واقعا من هیچ وقت بهت دروغ نمیگم. حالا برای دروغ تنوع میگی. تو جلوی حمله منو بگیر. قرار نیست بهت آسون بگیرم. خب الان آسون داری میگیری جلو. هاردم هستا داشت گذاشتم اون هارد ایزا بهتر بزن. من زخمی شدم، میشه استراحت کنی؟ هنوز کارمون تموم نشد. عزم تو جذب. چه زخمی هم برای دفاع مبارزه کرد. کن. خوبه. آهان اینجا میتونی هلسیمون هم پر کنیم. اوکی. وقتشه جا خالی دادن رو یاد بگیر. منتظر بمون تا من اولین حرکت رو انجام بدم. وقتی ضربه زدم جلوی حمله بگیر. جا خالی خوبی بود. باید قبل از ضربه جا خالی بدی. بابا خیلی قویه. داری پیش رو. میخوای یه نفسی تازه کنی؟ هنوز به حدی نرسیدم که یه بچه بتونه نفس رو مطمئن کنه. خب حالا بیا دفاعت در برابر نیزه رو ببینیم. دفاع در برابر نیزه جا خالی بده، بعد ضد حمله بزن. عکس العمل خوبی بود. ضد حمله عالی. جا خالی بی‌نقص. جا خالی بعد ضد حمله. جا خالی بعد ضد حمله. آقا بهترین دفاع حمله است. بسم الله. بیا ای بخواه بدن. بیا جا خالی دادم. میبینی؟ هیچ سلاح یه دست زیادی جب دیدم. ببخشید به خاطر این درس من هنوز کارمون تموم نشده. جین ساکای، افتخار یه مبارزه رو به من میدی. دوست ندارم به تاثیر بزنی. اگه تا این حد به خودت اطمینان داری پس بیا جانب کنی. اولین کسی که 5 ضربه آقا بیا من میگم شکستت. امیدوارم اختاپوس دوست داشته باشی. بابا غذا سر شامه. آقا غذا و آقا دوئلمون سر شامه. خوبه میارزه. بیا
مردی که. قبل از اینکه برای خوردن غذا بریم یه سال دیگه هست. غذا قرمه سبزی. برای نسل‌های متمادی خانواده ما بر پایه اصولی زندگی کرده. فضایلی که راهنمای ما هستن رو بگو. وفاداری به فرمان روان، کنترل کردن احساسات و اونم میدونی. شرافت برای مبارزه شجاعانه و پاسداری از میراث قبیله ساکای. بله. اینا حرفای پدرت هست. شرافت از نظر تو چیه؟ فکر کنم محافظت از مردم، از اونایی که نمیتونن برای حق خودشون بجنگن. تو قلب بزرگی داری. ببخشید دوباره. ولی قبلش باید به همه نشون بدیم که در سیستم قشنگ داغ هستی. داغ با داغ رشادت، داغ. صداقت و خشتت داری. جوری میگی انگار آسونه. چی افتاد؟ هیچ وقت ببخشید آسون دوباره. نیست چی. من هر روز باهاش کلنجار میرم، ولی باید با موندن بر اصولمون الگوی خوبی برای مردممون باشیم. همینطور برای خودمون. معنی شرافت اینه. معنی زیبای شرافت. قرار خودم سلاخیت کنم. هر کی سلاخی نکنه. الان گرفتم مثل چی زدمت میفهمی که من تو رو سلاخی میکنم یا تو منو. بیا حمله کن. اوه نیزه. ای وای اشاره دارم. یه ضربه تونستی بزنی. چقدر تو لو بزنی. شمشیر تو پیدا کردی. کجا میتونم یه اسب گیر بیارم؟ این صبر فاصله ای نداره. از این طرف. این مرده. چرا رفتی؟ بسه. یا بودو بازم مواجه. همه جای جزیره میخواد. استبله کجا؟ پشت اون خونه که داره میسوزه. دنبال بیا. باش میریم همینجوری میتونیم نزدیکتر بشیم. گلوشونو ببریم و بدون سر و صدا دخلشونو بیاریم. بدون شرافت اول فصل. من اصولمو زیر پا نمیذارم. آقای میخوای شرافتمندانه به جنگی ما چون با من مبارزه کن اشغالگر. بیا با ما مبارزه کن. هرکی نکنه. چی میگه؟ میتونی انتخاب کنی به کدوم انیمی حمله کنی. بعد که به این حمله کنی. اوکی. گرفتم. چیزی نمونده. نمیتونیم همه رو نجات بدیم. از دویدن خسته شدم ولی بالاخره میتونم کمک کنم. لعنتی. هی اشغالگر بیا مبارزه کن. اشغالگر مبارزه کن. بیا اشغالگر مبارزه کن. ممنونم سرورم. اونا گفتن که همه سامورایی ها مردن. نه من زندم. دروغ جایی گفت. برای پنهان شدن داری؟ به شایعات توجه نکن. معبد زرین جای امنیه. برو از جاده فاصله بگیر. اخبار رسمی آجوری از شایان وارز نباید دنبال پسرت کنید. باشه. نیازی نیست به شایعات توجه کنید. اخبار راست و حقیقی. تو به خاطر اونا جون تو به خطر انداختی. توانایی دفاع از خودشون رو نداشتن و من نمیتونم بذارم مردم بیشتری ببینن. اونا تنها کسایی نیستن که بهت نیاز دارن. برادرم مغولا اونو گرفتن. برای همین منو نجات دادی تاکا تنها عضو خانواده منه. و ارباب شیمورا هم برای من. خواهش میکنم فقط میخوام برادرم برگرده. بعد از اینکه عمومو نجات دادم بهت کمک میکنم پیداش کنی. قول میدم. قول منم همراهت میام. دمت هم گرم. خیلی مردی. جلوتره. با من مبارزه کن. واه داداش نزنش یه خواهر نزنش. خواهر ما میخوایم شرافتمندانه بجنگیم. بیا اسبا رو برداریم. اسبا رو بعد انتخاب کن. چیو برداریم؟ اونا اسبای سامورایی هن. اونایی که به جنگ نبردی.
وقت با اونا یار بوده و با ما کدوم از ما میخواد؟ آقا من روی این کرایس زدم، جدا من روی این کرایس زدم. اینم قشنگه، اینم خوبه. این که سیاهه چی، این سفید زود لک میشه. اینم بد نیست، اینم خوبه. من اینو برمیدارم، ولی من اصلا اولم رو این بودم. همینو برمیدارم. یس. آروم بگی برازندته. و نیاز به اسم داره. آقا میخوام اسمشو بذارم شادو بذارم. اوکی دیگه، شادو اوکی ناموسن اسمش شادو. به معنای سایه. یس. کجا داریم میریم؟ رسیدیم به معبد مغولا فکر کنم. قلعه کانادا. اما تو اون داخل نگه داشته. بسه. خب آقا دوستان، به نظر من گیم پلی دیگه تا اینجا کافیه. تایم ویدیو زیاد میشه و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه دوست داشتید بیشتر گستاف سوشیما بریم، حتما توی کامنت های ویدیو بهمون بگید. گیم داستانی داشتید بگید که حتما گیم پلیشو میذاریم و ممنون میشم که ویدیومون رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه داشتید ویدیومون رو بازداشت کنید، ما رو به دوستان معرفتون معرفی کنید و دوستانتون کلا تا خانواده بزرگتر شه، کنار هم باشیم، محتوا با کیفیت تر بشه. و آقا تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.